پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند 3 تا صدا رو دوست داره، 3 تا صدا رو دوست داره، اونم در وقت سحر. یکی صدای اذان گفتن خروس و یکی صدای تلاوت عبد با کلام رب العالمین و یکی صدای آه و ناله انسان گناهکار سر تا پا تقصیر در وقت سحر که به درگاه خدا زاری میکند. میگه مستغفرین دیگه استغفارشون همینطور وصله با نماز شبشون تا اذان صبح. این 3 نفر. بعد میگه که فاذا طلع الفجر نادا منادن، میگه وقتی آفتاب طلوع کرد یا فجر طلوع کرد، نادا منادن، منادی صدا میزند الا لیقم الغافلون. 4مین گروه میگه وقتی فجر طلوع کرد دیگه وقتی نمونده، میگه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم الغافلون، حالا غافلین بلند بشن. خودش میگه که طوری بلند میشن از بسترشون مثل که مرده ها دست باچه از قبراشون بلند میشن. غافلون الا لیقم الغافلون. بعد میگه که فیقومون من فروشهم کالموتى نشروا من قبورهم. عجب چیزهایی میگفتن بزرگان دین، چون دلشون به بالا مرتبط بود. میگه 4 چیز لازمه برای کسی که میخواد راه خدا را بره و موفق بشه. یکی اعتقاد صحیحی که در اون بدعت نباشه. باید بخونی اعتقاد چیه، بدعت چیه. دوم توبه نصوحی که بعد از اون به ذلت گناه برنگرده. سوم راضی کردن هر طلبکاری از بندگان خدا. اگر کسی میخواد توبه بکنه باید با حق الناس همه تصفیه بکنه و حقشون بر بگردونه تا حقی برش نباشه که وقتی میخواد توبه بکنه و به راه خدا هر ادامه بده حقی هیچ کسی برگردنش نباشه که سنگینی بکنه امروز و فردا فکرشو ذکرشو مشغول بکنه. و 4م تحصیل علم شریعت به قدری که بتوانید اوامر خدا به جا بیارید و از نواهی خدا دوری بکنید. و مشهور است که شیخ شبلی میگه که خدمت 400 تا استاد و عالم و شیخ کردم، 4000 حدیث از